یامور، به مامانت گفتم تصادف کردی زنگ زدی به من. خوبی عزیزم؟ آره خوبم، چیزی نیست. ترسیده پرونده قضایی بشه، به خاطر اینکه منم اینجا بودم به من زنگ زده. همین. اینطوری شد. راستشو بخوای شبیه همین تنهایی دیگه. اشتباه کردم. من نمیتونم اینجا بمونم. نمیشه.
اومد. چرا وایسادین؟ صبونه حاضر، بیاین دیگه. اه، اینجا نمیمونم چون که مهمون دارم، برای همین اجاره یه خونه دیگه منطقی تره. مهمون یعنی چی که خونه گرفتی؟ قرارمون چی بود؟ حرف زدیم جانان، آره، اما نمیتونم. این همه گرد و خاک از کجا اومده اینجا؟ تلویزیونم هست. نمیدونم.
کار نمیکنه. یعنی چی؟ انگار دکمه‌شو بزن. قدیمیه. خوبی؟ باشه پس وسایل تو بچین. راستی تبریک میگم. بعد از 5 سال بالاخره مرخصی گرفتین. واقعا تعجب کردم. خب همینطوره. نه دیگه در اون حد. یکم دندون رو جگر میذاری. له شدیم. هرچی که تو مغزمون فرو کردن دروغ بوده. سلجوق تاشکین برای نجات خودش هر کاری کرد. نکرد. تو رو شخصا با دستوی خودش به من سپرد. میدونی تنها شرطش تو بودی. اگه تو نباشی راضیه تو اون 4 دیواری بپوسه. شاید دیوونه باشی اما ارزیه این کار که خودتو بکشی نداری. ببین من میفهمم تو زندگی رو دوست داری.
شاید تو هم دنبال یه آینده جدیدی. مامان بابام اینا اینجا میموندن دیگه، چرا خونه گرفتن؟ آلتای اینجا نیست؟ خونه ای که تو اجاره کردی و سلیم گرفته؟ آره. چون که من دارم میگم آلتای. آلتای جون، ما اومدیم دنبالت دیگه، کلاس داری بعد. سلیم نشون میدم، نمیگم باز پرسه، بعد جوری حالشو میگیرم. تصویر اومد چیزی نشون میده؟ نه. ثابتش کن. یکم برفک داره اما خیلی خوبه. کارمون رو راه میندازه. خیلی خوبه. زن داداش. امروز صبح به بچه ها بگیم میخوایم از هم جدا بشیم، به جاش اومدی روبروی خونه ما خونه گرفتی، داری آنتن میدی. میخوای دروغ با دروغ ماسمالی کنی؟ دروغ؟ کدوم دروغ؟ عمدن داری این کارو میکنی. فرستم دفتره. خیلی خوبه. بر نمیگردم. ای بابا، بر نمیگردم. برگرد. نه میگم نمیگم. اینجا کشوندی؟ یعنی چی؟ نه،
نیستی دیگه. نه چرا بشین باشی؟ حرف داری پدر نداری سر این حرفو نزن آلتوش جون. یعنی کارایی که اون شب کرد به نظر یه جوون عادی نیست. دیدم که جدول ضربم یادت بره. من همینجا پیاده میشم. باشه عزیزم. خیلی ممنونم. زحمت سلیم برای اولین بار خواسته پیش خانواده‌اش باشه. منم فکر کردم به صلاح جانان و بچه ها. دارم ازت سوال میپرسم ماشین ظرفشویی نیستم که من. داریم میریم رستوران. تو چه خبر؟ اگه میخوای سراغ یامو رو بگیری خونه بود. مگه شما گوشی ندارین به هم دیگه؟ چی کار میکرد؟ آی، وقتی یامور اومد از خودش بپرس. من میرم تو ساحل قدم بزنم. تو اینجا چی کار میکنی مردک؟ مردک؟ یه لحظه
برو از دوست دخترت بپرس. میگم یامور به خاطر تو تصادف آروم باش کرده. آروم باش پسر آروم. دیگه این کار تمومه من بیچارت میکنم تو رو. کار تمومه. چیکار میکنی آروم باش؟ عادت کنی عادت. میدونم تو هم نمیخوای اینجا بمونی، حتی شاهدم چه کاری کردی تا از اینجا بری، اما خوشم صبر کن ببینم، صبر کن. تو مجبوری بیای اینجا و منم اینطوری. ساکت. کجاست؟ اما من اون خونه رو گرفتم که به شما هم نزدیک باشم. میدونی دیگه. بعد از اینکه گفتم هیچی هم برام نمونده. شاید تو مجتمع باش، نگفتم برو ساحل. کفشات صدا میدن. خیس شدم.
محبت کردن من اینطوریه. چطوری؟ ممنون. چه خبر؟ چطوری؟ خوبم. تو چطوری؟ سلامتی. ببخشید این جون من دیگه نمیدونم چطوری توضیح بدم. باید یه جوری این قضیه رو حل کنیم. اوی ارای داره دیرمون میشه. ارای اونو اینجا معطل نکن، بعدا هم دیگه وایسا بابا. میفهمم چی میگی، اما بعدا ارای من امروز حال ندارم، نمیشه. جو موتورش 750 اصلا انگار رو آب نیستی، داری پرواز میکنی. راستی اون روبرو جزیره ساکیزه باقا. اصلا حرفو کش نده سلیم. رسما ازمون میخواد برای قانع کردن جانان کمکش کنیم. فهمیدم. خداحافظ. ببین سلیم، افتادم ارای، کمک لازم دارم. حتما هر چی که باشه. تو این بلیطو رو بده به من.
امل اینطوری حرف میزنه دیگه. تو که ناراحت نمیشی ها؟ نه اصلا من از اولش راست میگی؟ راست میگه. برو. مجازات کمی براشون داریم. بلا به دور باش. دمت گرم. کشوندن شما به کلانتری یه اخطار بوده. هر یه وقت کاری نکنی. نمی اومد. چی شد ها؟ خیر باشه. با زبونت باز شد.